جاهل غفور، من به تو خطاب میکنم، تو همان سگ هستی که به سوی مهتاب او میکنی و مهتاب زیان نمیرسانی، تو همون سگی. هزاران کاروان رفتند و دو دو هنوزم این سگان دارند و او. نمیتانی تو آبروی اسلام عزیزی ما رو ریزانی، نمیتانی این قرآن آبروش ریزانی، زیرا که قرآن حافظش خدا هست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مرگ برای تو بر این تاجیک باد ای جاهل غفور. مگر این 1400 سال عالمای نویسندگان و شاعران تاجیک همش گمراه بودند؟ حیف نام عالمی، حیف نامی آن که از خاندان بابا جان غفور هستی. حیف برادران خوجند کی، حیف خاک خوجند که تو بر این پلیده تربیت کرده به جامعه داد. خوجند که در آن کمال خوجندی بوده است، خوجند که در آن شیخ مستحدین خواب است که خیلی پلیده رو به دنیا داد. یکی عالم غفور، جاهل غفور، یکی او یک بدبخت دیگری الان برآمده دعوای پیغمبری کرد. ای بدبخت، پروردگار در قرآن 1400 سال پیش به بشریت اعلان کرده بود که شما در قرآن تدبر کنه، تفکر کنه، اندیشه کنه که این یک حرفش به یک دیگر معارض نیست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله. اگر این قرآن از نزد غیر خدا می بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در وی اختلاف بسیار می یافتند. سینا نیافت، فخری رازی نیافت، علامه زمخشری نیافت، بیرونی نیافت، فردوسی و حافظ نیافت. تو ای جاهل سگ از کجا یافتی؟